چی از مدیر کتابخانه در نفقه بوده یگان چیز خواسته میتواند. من نفهمیدم که تو چه کار کردی. پولاد را چرا جغ زدیم؟ تو چه کار کردی؟ قلیچ به من فشار نهار. من فشار نمیارم. ما گفتیم که نجمی نمرده است. پولاد هنوز چیزی نگفته بود. تو باشی مرگ نجمی را اعتراف کردی، باز او را برای کشتنش دستگیری و تبریک کردی. نسبت من و تو به حرمتی کرد. تو چشم پوشیدی. قراری مرا تو محاکمه میکنی قلیچ؟ نه، من میپرسم برای چی؟ سوالی که تو باید پرسی چنین است: احمق بعد 30 سال پیدا شد و برای چی و از طرفی کی کشته شد؟ تو به این سوالی من جواب بده. من به تو میگویم که چرا پولاد را نکشتم و بالا برداشتم. پدر، زن در بالو کیست؟ خوش آمدید. عبدالحی کجاست؟ بر آمده که ماشین را آماده کنید. من تنها می روم. خوب شده است که ما به آخر کار رسیدیم امک اصلا. تستری دست توست، بران دست من. خب وقتی که فهمد جاغ مرا زده می شکند، شاید به حالت پیشینه برمیگردیم. Tacikistan'a çok sevgilerimizi, selamlarımızı, kalbi hürmetlerinizi iletiyorum. Bizi izlemeye devam
eskiler. Sevgimiz, muhabbetimiz inşallah gün geçtikçe de artsın. Sevgimiz büyüsün, o kadar büyüsün ki ben artık oraya gelmek zorunda kalayım. Hadi kısa, میماتی او چخیل خودش را پرانده است. ما به بیمارخانه آمدیم. از برای خدا سوال نده. رویش را پاره کرده است. شد فهمیدم. می آیم. کشادنی در دشوار است. کشان را. گوش کن ایران. تو در آنجا چی کار میکنی؟ به این همه سبانیم. کشادن را. یه رویت را خدا نشان ندهد. روی دختر آخر پاره شده است. تمامی بیمارخانه رو با پو خیزوند. حاضر یگان کس میگوید و ما شرمنده میشویم. به خدا که سر نمیدهم. آیا میدونید که من بعد چند سال شما رو یافتم؟ تقایم همیشه جنگ میکند. ما چند ساعتی وقتی کاریتون رو همراه گذروندیم. شما باشید حتی نامتون رو نگفتید. نام من به تو چی لازم؟ وقتی کاری گفتم خفه شدید گلم. راستی من شما رو گل نمیگویم دیگر. عمر گل کوتاه هست کو. حیات گل کوتاه است. اگر رفتن خواهید سر اول بکشید بعد بروید. از پستون نگاه نکنم نامردم. همش علاقه به آخر رسید. اگر خواهید من نامتون رو ندانسته از غم میمیرم. نامم گلوم سر. خدایا این چی زندگی است؟ تو در چی باره میگویی؟ من شما رو در نظر ندارم. خداوند چنان بزرگ است که وقتی که در استانبول قیامت است من راحت جنت را میبینم. تو با چی کار مشغولی؟ عزیزم در پیش کاری شما کاری ما هیچ است. اگر خدمتچی دولتی گویم دروغ میگویم. خیر شکلادی من. یک تا بوسه دیگر دهید. اگه عشق همینه. داد و فریادی او از سرم بیرون نمی شود پدر. چی؟ یعنی نپرس. باز این که خانه من است. تنها فکر بیکن. جوان را میکشایی و محافظ پیدا می شود و میگوید که شما این پیراهن را پوشیده نمی توانید. آیا این طور ممکن است؟ صفیه حاضر موردی این نیست. من جواب را طلب می کنم. اون زن کیست؟ یگانه زنی که در این خانه است شمایید. پس خودی حاضر کسی مرد. موی هایم هنوز هم راست ایستادند. دخترم من با تو صحبت میکنم لیکن حاضر نه. پس کی؟ بعدن. این خیلی باشد. من در پهلوی شما میشینم. همه خیلی ساده است. من میترسم. هیچ جای ترس نیست. از این خانه